خانواده یولداشوف در نزدیکی مرز تاجیکستان و ازبکستان زندگی می‌کند. از ایوان خانه آنها دهکده و زمین‌های کشت ازبکستان نمودارند. خانواده یولداشوف در آن طرف مرز ده‌ها خویش و تبار دارد که نمی‌تواند به دیدار آنها برسد. نظام روادید و یا ویزا و نظارت شدید مردم دو طرف مرز را زنده جدا کرده است. اگر آتاتون باشد، اکاتون باشد، همجا باشد و خودتان اینجا زندگی کنید. وقتی یافته رفتن خیش تاورت ندیده بید و مشکلی چخیر میشد. 20 سال پیش ده‌ها جاده ماشینگرد رفت و آمدی باشندگان دو کشور را تأمین میکرد. حالا باشد دو دولت را تنها دو پستگاه مرزی، یکی در شمال و دیگری در جنوب، به هم پیوند میدهد. روابط تاجیکستان و ازبکستان مرحله ناخوبی را از سر می‌گذراند. دو طرف در مکالمه بین همی پیشرفت ندارند و تا رفت از هم دور می‌شوند. هدف تاجیکستان به دست آوردن استقلالیت انرژی است که دوشنبه این نقشه خود را می‌خواهد با ساختمان نیروگاه عظیم راغون عملی کند، اما مقامات رسمی تاشکند از آن هراس دارند که تاجیکستان با ساختمان سد 350 متری آبانبار راغون امکانیت اداره نمودن مجرای دریای وخش را پیدا می‌کند و در آینده آن را همچون فشنگ سیاسی در گفت و شنود با ازبکستان استفاده می‌برد. موج نوبتی اعتراض تاشکند به دنبال مذاکرات ناموفق علامتگذاری مرز در منطقه آبانبار فرهاد واقع در ولایت سوغد به میان آمد. آبانبار فرهاد از انشاءات استراتژیکی تاجیکستان است که فعالیت کانال‌های آبیاری هزارها هکتار زمین کشت ازبکستان را تنظیم و ساحه صنعتی ولایت تاشکند را با آب تأمین می‌کند. تصمیم و عملکردهای مشخص حکومت ازبکستان نسبت همسایه‌اش تاجیکستان کیهاست یک فهرست منفی را به میان آوردند. از جمله محدود کردن انتقال اموال با راه آهنی ترمیز، قطع فروش گاز خود و رد ترانزیت گاز و برق ترکمنستان به تاجیکستان، افزایش پی در پی پرداخت‌های گمرکی، مینه‌کاری مرز دولتی، مخالفت سرسختانه به بنیاد نیروگاه راغون و اعتراضهای زیست محیطی از فعالیت کارخانه‌های تاجیکستان از بندهای اساسی این نامگوی شمرده می‌شوند. علاوه بر این رئیس جمهور اسلام کریموف سرهنگ آشوبگر محمود خدایبردیف را در کشورش پناهگاه داده است که پس از حمله به تاجیکستان در سال 1998 یک تهدید امنیتی به دوشنبه حساب می رود. دولت عثمان نایب نخست وزیر سابق تاجیکستان می گوید که این حرکت های تاشکند او را به یاد سالهای 1992 می برد. آن زمان اسلام کریموف با انزوای تاجیکستان از جهان بیرون حکومت دورا به استعفا مجبور کرد. از زمانی که حکومت مصالحه ملی ایجاد شد، تحریم های اقتصادی مثلا آقای کریموف شروع شد. از اون جمله بستن راه‌ها، راه آهن، راه‌های دیگر، بستن مرزها. اکادمیک رحیم معصوف وضعیت فعلی را اشتباه تاریخی می‌شمارد. به گفته آقای معصوف مقامات تاشکند هنوز هم از خیال ویژه بودن خود در منطقه رها نشدند. به غیر از این جمعیت بسیار میلیونی تاجیکان ازبکستان تاشکند را وادار می‌کند که از قوی شدن تاجیکستان پیشگیری کند. اگر که تاثیر تاجیکان رفت آمد زیاد شود، این مسائلی که در تاجیکستان آزادانه حل میشوند و در ما یک دموکراسی دنیوی وجود دارد، اینا اگر اونجا فهمن و یا میفهمن بعضی وقت تاثیر تاجیک زیاد شد کنش ناراضی خلق زیاد میشه. در این میان بار چندم است که جمعیت ازبک‌های تاجیکستان به عنوان تاشکند نامه ارسال می‌کند. این جمعیت می‌خواهد که مقامات ازبکستان سیاست خود را در قبال وطن دوم آنها دیگر کند. ما از جناب اسلام عبدالغنی کریموف التماس کردیم که آید این پرابلم با ما یاری رساند. چند پیش سفارت‌های تاجیکستان در روسیه و قرقیزستان از این مشکلات آفریده کشور همسایه اعتراض کرده و گفتند که هدف از آنها ایجاد بی‌ثباتی و تشنج در تاجیکستان است. سروزیر ازبکستان شوکت میرزیایف در یک نامه به همتای تاجیک خود همه این مشکلات مورد اعتراض تاجیکستان را به سبب‌های تکنیکی و نیازهای قانونی کشور خود بستگی داده، عملکردهای ازبکستان را مطابق به معیارهای بین‌المللی خواند و ناراضگی تاجیکستان را به اساس نامید.